عرض ادب و احترام خدمت بازدیدکنندگان. دو تا دستگاه داریم، یه دستگاه دنده‌ای، یه دستگاه اتومات. دنده‌ای منظوری که باید کلاس بگیری، با کلاس حرکت کنی. چند تا قوانین داره برای گرفتن گواهینامه لیفتراک. قوانین اول حرکت، قوانین دومتون توقف، قوانین سوم بارگیری و تخلیه، قوانین چهارم دنده عقب گرفتنه. طریق سوار شدن پیاده شدن هم از سمت چپ دستگاه سوار میشید، از سمت چپ دستگاه پیاده میشید. طریق ترددتون هم سوار دستگاه شدید، افسر وایستاده قبول شدید، کارت ملیتو میگه بیار. همین که از جلوی دستگاه میری افسر ردت میکنه، باید دور بزنی از پشت دستگاه ببری کارت ملیتو به افسر نشون بدی. نگاه میکنی خلاص باشه، استارت میزنی. طریق حرکت کردن با دنده‌ای کلاک، یه دنده جلو میخوره، وسط خلاص، یه دنده عقب. طریق حرکت کردن ما برای امتحان آموزش قبل از اینکه بخوایم حرکت کنیم شاخ رو تنظیم میکنیم، لیور ذکر، لیور سینه یا زاویه. شاخ رو تنظیم میکنیم اندازه پالت، نه به پالت بخوره نه به زمین بخوره. کلاس میگیری، دنده جلو، دستی رو میخوابونید، فقط با دست چپ فرمون میگیرید. موقع حرکت رفت روی را نمیذارید، با دستی هم فرمون نمیگیرید، با دست چپ فرمون و سیلانستون روی پاتون. همین که خواستید حرکت کنید یه نیم دور میگیرید، نیم دور رو باید جوری بگیرید چرخاتون خطای بغل نره. فاصله‌تون باید با پالت بین 2 انگشت 3-4 انگشت باشه، نه بیشتر نه کمتر. اگه به پالت ضربه بزنید افسر ردت میکنه، اگه فاصلت هم بیشتر از 4 انگشت باشه افسر ردت میکنه. فاصله بین 2-3-4 توقف میکنید. توقف کردید دستی دنده خلاص. برای بارگیری پاتون ترمزه، دست میده رو لیور، دونه این حالت ندارید. تکیل در حال بارگیری یکم گاز میدید، 50 سانتی بالا، سینه دوباره همینطور گاز میدید. تمامه این بارگیری. حالا دنده عقب برای حرکت کردن اول دنده رو میدید، بعد دستی رو میخوابونید. برای توقف کردن دستی دنده خلاص. دنده رو دادیم، دستی رو میخوابونید، دست چپ رو فرمون، دست را پشت ستون، سر و گردن کامل عقب، ما بینش جلو رو هم نگاه میکنید. برمیگردیم سر جام. زمانی که با بار میای عقب دستی نیاز نیست بکشین، دنده خلاص، دنده از هر طرف بار برداشتین روبروش تخلیه میکنیم. مگر اینکه افسر خودش میگه از اینجا برداشتی دوباره بدی سر جای خودش، و الا اگر افسر واقعی کاری نداشته باشه باید روبروش تخلیه کنید. دوباره یه نیم دور میگیرید، نیم دور هر چی بغل‌تر بگیرید بهتره. نزدیک کادر مربع نگاه میکنید، تنظیم میکنید خیلی آروم با کلاس تربو تنظیم میکنید. نه ستون رو باید بیارید وسط خط یا اول خط سفید. قشنگ بعد از که تنظیم کردید دستی دنده خلاص. برای تخلیه بار پات تربوز اول لیور سینه رو میرید جلو، زاویه صاف میشه، بعد خیلی آروم بارتون برید پایین. اگه بخواید ضربه بزنید یا اینو پایین افسر رد میکنه. افسر توی پالت شیشه آروم برش میدارید، آروم هم تخلیه میکنید. بعد از که تخلیه کردید دنده عقب، دستی، دست چپ، دست راست، 1001 1002 1003. بعد شروع میکنید چرخیدن. 1001 1002 1003 به خاطر اینکه ناخون رو بگید، ناخون از زیر پالت بیاد بیرون. بعد پشت ستون
دست کامل، دستی، دنده خراش. موقع حرکت دست لیور نمیزنید. اگه شاقت به زمین بخواد بخوره تنظیم کنی افسر ردت میکنه، یا میخوای موقع حرکت تنظیم کنی بازم افسر ردت میکنه. موفق باشید. خب کردی؟